اگه تو هم مثل من تو دوره کاهش وزنی ولی نمیخوای سراغ کیک و کوکی‌های بسته‌بندی بری، این دسر تقریبا سالم که فقط با 3 قلم مواد درست میشه رو حتما امتحان کن. رایس کیک ها رو اینجوری با دست قشنگ خوردش میکنم، بهش کره بادوم زمینی میزنم، 20 دقیقه داخل فریزر تا خودش رو بگیره. تو مرحله بعدی سیبا رو با آب و چند قطره آب لیمو روی حرارت ملایم میپزم تا بافشون نرم شه. یک کم که خنک شد بلندش میکنم. حالا این سس سیبو با کلی دارچین به اون لایه رایس کیک اضافه میکنیم و تمام. هم خیلی خوشمزه است، هم خوش عطره و هم کرانچی. کنار نوشیدنی گرم هم خیلی میچسبه. خیلی خوشمزه است، حتما امتحان کنید، فوق العاده است این دسر.